تب فوتبال قابل درکه، به خصوص با توجه به جام جهانی و اینها و باز به خصوص برای جوانها و ورزش دوستا. ولی این چیزی که میخوام تو رژیم آخوندی توجهتون رو بهش جلب بکنم تب نیست، هزیونه. اینم نه فقط در فوتبال بلکه در چند رشته ورزشی از جمله ورزش‌های رزمی. رژیم تو مرحله سرنگونیش واقعا هر ادا اطواری رو حاضر در بیاره، هر جنگولک بازی رو در بیاره که یه طوری تلاش بکنه که چهره آدمیزاد از خودش نشون بده، غافل از این که تلاش‌های گوریل برای تقلید از آدمیزاد مضحک‌ترش میکنه. بعضی از اصطلاحاتی که ما تو فوتبال داریم بچه‌ها تو آموزه‌های دینیمون هم داریم. دل ما و قلب ما به عنوان دروازه ماست. مثلا جناب حاج آقای الف در مدرسه مثلا الف موظف است از برنامه‌های گروه 6 سال حضور پیدا بکنه. خب دانش آموز ابتدایی در این 6 سال همین روحانی رو می‌بینه، روحانی که خوش برخورد، خوش چهره هست. و اما نفر بعدی حجت الاسلام خروسلی هست، پدیده جدید ورزش‌های رزمی که میخواد با 4 تا جفتک انداختن به اسم فنون رزمی رابطه آخوندها رو با جوانها ترمیم بکنه، منتها به جای انسان‌های جوان یه مش بسیجی ریخته دور و برش و فکر می‌کنه که با این لنگ و لگد پرانی میتونه مثلا مشکلی از رژیم حل بکنه. هی 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 ورزش هم که ما اومدیم از باب این هست که ابزاری باشه که بیایم و ازش استفاده کنیم. هی 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 دو دفاع کن حاج آقا، دفاع کن. با تشکیل کلاس ها برای روحانیون و طلاب عده‌ای از اونان رو برای امر مربیگری آماده کردم، تربیت کردم. یادم هست خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو رفتیم خدمتشون عرض ادب کردیم و از ایشون نصیحتی خواستیم، فرمودند خوب درس بخونید، خوب هم ورزش کنید و از لحاظ خوراک هم به خودتون برسید. دوستان من و شما ورزش میکنیم به فرمان ولی فقیه، به فرمان نایب امام زمان. یا مثلا ضربه پا وقتی نگاه میکنی، من عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، وقتی که اسب یا غلام ضربه بزنه جفتی هم ضربه میزنه، خیلی هم قشنگ هم میزنه، به سینه طرف هم بخوره خوب میشه. بله، کیه که ندونه که وضعیت رژیم مدت هاست از اینجاها گذشته که آخوند و طلبه پا به توپ یا اون یکی خروسلی یا امثالهم بتونن چیزی جز تمسخر برای خودشون بخرن. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی